من تسلیت عرض می کنم به همه خانوما و آقایون و کل مسلمان و شیعیان دنیا در این روزهای عاشورا. امیدوارم که خدا از ما قبول کنه. ما هر روز هر سال که تکرار میشه یادش بخیر، ما امام حسین رو یاد میکنیم هر سال، ولی ما برای چی هر روز هر سال برای امام حسین مراسم میگیریم؟ برای چی ما براش گریه کنیم؟ آیا برای مظلومیت امام حسین داریم گریه میکنیم یا برای خودمون؟ من میگم واقعا برای خودمون باید گریه کنیم. چرا؟ چون امام حسین عشق برای ما کرده، فداکاری کرده، برای ما از اول گریه کرده. پس ما چیکار باید بکنیم؟ تو این مکتب بزرگ امام حسین که هست، بچه، مادر، پسر، نوجوان، پدر، برادر، مسلمان، غیر مسلمان، میتونیم از این مکتب بزرگ عشق امام حسین استفاده کنیم که بیاییم عبرت و درسی که امام حسین و یاران واقعیش به ما دادن یاد بگیریم. امام حسین غیر از ایثار، شجاعت میگه چی؟ اینما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، من اومدم بیرون غیر از چی؟ برای طلب اصلاح که پدر بزرگم در این امت گذاشته رو هدایت کنم، برای امر بالمعروف. آیا واقعا وقتی که ما میگیم اومدیم امر به معروف انجام بدیم، آیا واقعا یاد گرفتیم از امام حسین و یارانش یا نه همینطوری ما میگیم عاشق امام حسینیم، براش گریه میکنیم ولی امر به معروفی که باید بکنیم نمیکنیم؟ خب ما یه چیز دیگه که میتونیم از امام حسین و یارانش یاد بگیریم این اخلاصشون هست، این ایثارشون هست. وقتی که امام حسین میتونه در لحظه آخر یکی مثل حر بیا طرفش و قبولش کنه و این شجاعت در پذیرش تغییر از حر من رو خوشحال میکنه، این که وقتی که من میخوام واقعا تغییر داشته باشم آیا شجاعت دارم که این بپذیرم که این واقعا حق، اینم واقعا باطل. خانمای محترم، آقایان محترم، ما در مکتب امام حسین میتونیم همه چیز ببینیم، پیرزن، مادر، عروس، داماد، بچه، هر کی سهم خودش میتونه از اینجا ببره، ولی با شرط این که حجاب ما خوب درست کنیم، رفتار ما و اخلاق ما با اطرافیان ما وقتی که حق میبینیم حق رو چشم پوشی نکنیم. وقتی که خود حضرت زینب سلام الله علیها به ما استقامت و صبوری یاد میده و یاد میده که ما اهل بیت هستیم. چرا فراموش کردی؟ مگه پدر بزرگم نیومده اینجا درست کنه؟ آیا توکل به ما یاد ندادن یاران امام حسین؟ به ما آزادی یاد دادن، به ما اخلاص یاد دادن. انشالله که بتونیم درس‌های خوب از اونا یاد بگیریم. و صلی الله علی محمد و علی محمد.